فیلم هنری میلودی محصول مشترک ایران و تاجیکستان که اخیراً 25 دکبر نخست نمایش سطح ملی آن در کاخ نوروز دوشنبه برگزار شد، از سوی سینمای تاجیکستان به جایزه اسکار در جشن 2024 می رود. این فیلم از ساخته‌های مشترک شرکت تلویزیونی نمای ایران و تلویزیون دولتی سفینه در تاجیکستان است. در فیلم هنرپیشگان تاجیک ایرانی مشترکاً نقش بازیدند. سفر حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان که در این فیلم نقش رئیس یک دهه خیالی تاجیکی را در مازندران بازیده است. واقعا فیلم‌های زیبا بود، فیلم‌های شرقی، فلسفی، خوب و خیلی شاعرانه و اون قصه هایی که ما همیشه عاشقش هستیم و در اون روحیه تربیت یافتیم، منطق الطیر عطار و تمام کلاسیک‌های که مشترک است برای این دو فرهنگ. ما از این چی خوش شدیم که بدون یگان مثلا دخالت به موضوعهای سیاسی و اجتماعی، گرچنده این یک تمثیل اجتماعی است، در شکل یک در نتیجه فیلم تمثیلی یک فیلم تمثیلی است که موضوع اجتماعی دارد، یک قصه دارد در اطراف بچه‌هایی که بیماری سرطانی هستند و همه چیز تابع اون شده. قول میدم. میلودی فیلم هنری تمثیلی و فلسفی و شاعرانه است که عمدتاً در یک دهه جنگلی مازندران ایران و پاره از آن در قلعه حصار تاجیکستان تصویربرداری شده است. قهرمان مرکزی آن جوان دختر با نام میلودی به دنبال درمان کردن کودکان گرفتار بیماری سرطان توسط موسیقی است. صاحبیار طالب، کارگردان جوان، در مورد ارزش هنری فیلم میگوید که این یک فیلم سینمایی است که این گونه فیلم ها دایره خاص بیننده خود را دارند. سینمای ایران امروز در جهان خیلی پیشرفته است و سینمای ایران متاسفانه در ما کم میبینند و بیشتر علاقمند هستند به سینمای مثلا به مکتب سینمای روسیه یا که به سینمای ترکیه و هند و دیگر جاها. ولی من فکر میکنم که هر قدر ما با سینمای جهان توجه زیاد داشته باشیم، سینمای ما پیش می رود. ولی اون تأثیری که سینمای ایران با ما گذاشته میتواند در رشد سینمای تاجیک، این تأثیر رو دیگر جا رسانیده نمیتواند. میلودی با سرمایه گذاری بیشتری جانب ایران و سهمگذاری تاجیکستان ساخته شده است. تا کجا شانسی صاحب اسکار شدن این فیلم وجود دارد، خود تهیه‌گران هم پیشگویی کرده نمیتواند. در تاجیکستان تجربه ساختن فیلم‌های مشترک با ایران در زمان استقلال رسم شده بود. اما در سال 2015 پس از سردی روابط میان دوشنبه و تهران، همکاری‌های فرهنگی نیز به سطح صفر رسیده بود که حالا فیلم میلادی آغاز احیای کارهای سینمایی دانسته می شود.